چطور جنگ جهانی دوم باعث اختراع کامپیوترها شد؟ تصور دنیا بدون گوشی‌های هوشمند، اینترنت و حتی ماشین حساب‌ها شاید یکم عجیب باشه. ولی دنیایی که الان داریم نتیجه مستقیم یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ بشره. جنگ جهانی دوم فقط جنگ سربازها و اسلحه‌ها نبود. یه جنگ مخفی دیگه هم وجود داشت. جنگ اطلاعات. توی این جنگ یه مرد، یه دستگاه و یه تیم از نابغه‌ها همه چیز رو تغییر دادن. اونا راهی پیدا کردن که باعث شد ما الان این ویدیو رو روی کامپیوتر یا گوشیمون ببینیم. ولی چطور؟ در جنگ جهانی دوم آلمان‌ها یه اسلحه مخفی داشتن، اما نه یه تانک یا یه هواپیما، بلکه یه ماشین رمزگذاری به نام انیگما. این دستگاه میتونست هر پیام نظامی رو به یک کد کاملا غیر قابل فهم تبدیل کنه. حالا شاید بپرسید مشکل چی بود؟ این رمزها هر روز تغییر میکردن. یعنی حتی اگه یه روز متفقین میتونستن کدها رو بشکنن، فرداش دوباره باید از اول شروع میکردن. به خاطر انیگما ارتش نازی میتونست بدون اینکه کسی بفهمه عملیاتاشو هماهنگ کنه و این باعث شد متفقین تقریباً توی جنگ دریایی شکست بخورن. بریتانیایی‌ها سالها تلاش کرده بودند که این کدها رو بشکنن، ولی هیچ کس موفق نشد تا اینکه یه نابغه وارد ماجرا شد. نابغه‌ای به نام آلن تورینگ. آلن تورینگ کی بود؟ یه ریاضیدان که از کودکی علاقه خاصی به الگوها داشت. او باور داشت که رمز انیگما رو نمیشه دستیال کرد، ولی میشه یه ماشین ساخت که این کار رو برامون انجام بده. اینجا بود که تیمش دستگاهی رو طراحی کرد به نام بمب. یه دستگاه مکانیکی که میتونست میلیون‌ها ترکیب ممکن رو بررسی کنه و رمزها رو در چند دقیقه بشکنه. و لحظه تاریخی فرا رسید. برای اولین بار متفقین تونستن تمام پیام‌های نظامی آلمان‌ها رو بخونن. حالا اونا میدونستن که حمله بعدی نازی‌ها قرار کجا و کی انجام بشه. این رمزگشایی یکی از دلایل اصلی پیروزی متفقین در نبرد و پایان جنگ بود. ولی ماجرا اینجا تموم نشد. بعد از موفقیت بمب، یه تیم دیگه تو بریتانیا کامپیوتر کلاسوس رو طراحی کردند که اولین کامپیوتر واقعی الکترونیکی دنیا بود. کلاسوس میتونست هزاران محاسبه رو در چند ثانیه انجام بده و این نقطه شروع کامپیوترهای مدرن شد. از اینجا کامپیوترها به مرور کوچکتر و قوی‌تر شدند تا اینکه به گوشی‌های هوشمند و اینترنتی که امروز داریم رسیدند. و تمام اینا رو مدیون کسی هستیم که سالها بعد از مرگش تازه دنیا فهمید چقدر نابغه بوده. پس بله، یه جنگ خونین دنیای دیجیتال رو به وجود آورد. اما سوال مهم اینه، فکر میکنی اگر جنگ جهانی دوم اتفاق نمی افتاد ما هنوز هم کامپیوتر داشتیم یا شاید باید صدها سال صبر میکردیم تا همچین پیشرفتی رخ بده؟ نظرت رو تو کامنت ها برامون بنویس.